امروز قراره بفهمیم کی واقعا فیت تره و کی فقط با فیلتر خوش‌برد. ما 7 نفر از قهرمانای باشگاه گرفته تا قربونیای چیپس و نوشابه جمع شدیم برای یه چالش دیوونه کننده. تست رسمی ارتش کره جنوبی. 5 تا مرحله داریم: شنای سوئدی، دراز نشست، دویدن 3 کیلومتر، پلانک تا لرزش مغز و برپی تا انفجار روح و جسم و در نهایت فقط یه نفر پادشاه میدان میشه. سلام، من جناب سرباز هستم، 32 ساله از تهران. منم از ایست بسیج پارک پرواز اومدم. میخوام که این مسابقه رو در هم بکوبم. آریا کیوکسر هستم. خوب هستی شما؟ سوال چیه؟ معرفی کن خودتون. معرفی نمیخوام. من 4 روز در هفته تو جیمم، آب خوردم. من مهدی هم از همین ورا. سلام. من محمد هستم، میستریو، 25 ساله از کرج. مالم رنده کنم، یه سال تمرین نکردم ولی هنوز رو فرمم. منو همه میشناسن. خواب بودم اومدم همشون رو بچون. همونجوری که دیدین بچه‌ها خودشون معرفی کردن. میریم واسه مسابقه آماده شیم. تست اول شنا سوئدیه. میخوام ببینیم کی تو 2 دقیقه میتونه بیشترین شنا سوئدی رو بزنه. مینیمم واسه پاس کردن این تست 50 تا. بعد چیکار کنم؟ شنا. من تایم میذارم. آقا من نشست کردم دیگه، بلند نمیشم. تو 2 دقیقه 50 تا باید بری. حله. دیگه نتونستی هم بلند شدی. حله برو. اوکی. زمین داره میلرزه. 16 ماشاءالله محمد. به به. 4 5 ماشاءالله محمد. دیگه بلند نمیشه. بغل بخورم، بغل برو. بله. یه کف مرتب بزنیم واسه این بازیکن. نفر بعدی کی میخواد باشه؟ من میتونم بیام. برو. بفرما آقا آریا. ببین من شنا بلد نیستم ولی اینجا شنا خوب میزنم. 2 دقیقه وقت داری 50 تا شنا بری. 50 تا خودت میتونی بری؟ میرم داداش میرم. غلط کردی. میرم آقا، منم میرم. بریم. 1 2 3 2 3 برو پایین. 4 آقا من یادم رفت ادیتور داره میشماره دیگه. بابا چقدر زر میزنی؟ چند تا آقا آریا؟ باور کن میتونستم بیشتر. چند تا رفتی؟ 32 تا. 32 تا تو 36 ثانیه. اینجا که خوش میگه. حالا آقا ادیتور بشماره. ولی داداش این شنا که نبود اولا. قدم بلنده نمیبینم. اوکی میپذیریم آقا، میپذیریم. آقا میپذیریم. یه کف مرتب بزنیم واسش. کیه؟ نفر مهدی میاد. بیا بفرما اینجا. من شنا صفره ها. اشکال نداره، همه اینجا شناشون قویه. وایسا. 1 2 3 1 بیا. برای چی میزنه؟ باره پایین. آها خود بشمارا. نمیدونم. اشکال نداره، بزن ادیتور داره. 20 ثانیه 12 تا. آقا بیشتر فعلا تا اینجا هیچ کس پاس نشده. اگه آریا کیوکسر 36 تا زده من بفرما مهدی جان بفرما. کردی من 36 تا مثل آدم زدم. بچه‌ها نفر بعدی کیه؟ تو 5 6 تا میتونم. ایول بفرما. 50 تا بزنی تو 2 دقیقه پاس شدی. آماده ای؟ 1 2 3 خیلی 1 2 3 4 آفرین. 50 تا تو 39 ثانیه. آفرین آقا. پاس شدم. چاکرم. آفرین. ایول سام تو این مرحله پاس شد بچه‌ها. امتیاز کامل رو میگیره. بچه‌ها یک کف مرتب بزنید واسه مهمون بعدی. 1 2 3 2 3 آقایون توجه بفرمایید. ماشاءالله برو، چیزی نمونده. آقا من دیروز سینه زدم. اشکال نداره بزن. بزن. اونجا که دیدین هیرسن پاس نشد. 32 تا تو 47 ثانیه. چه 32 تا نرفت. همون لیپی مونده. لیپی. به جون جدم نیستی در حدم. برو. بیا من همونطور که میدونید سربازی رفتم. خب درسته. ولی تو خونه بودم سربازی. رفتی پایین بگو من چیزا بزنم. بذار اول تمرینامو بکنم. ایول کششی برو. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3
پایین‌تر. آقا خمپاره خورد. پاره جدی اینجا اینوریه. آقا میخوای دوباره بری؟ خیس که است، کج که است، سرد که است. من به عنوان رئیس و آلفای کل این بچه‌ها اینجا میگم که تو میتونی یه بار دیگه بری. اوکی این صحنه رو بگیر دقیقه. برای همینه. یه سریو سر. آقا پایین از اینا برم. یه چوب صدا نداره. 2 تا چوب صدا داره. بده. حالا الان بچه الان کمربند میشه یه ماه میره فیزیوتراپی. من میدونم دیگه. بله همونجور که دیدین عمولیپی هم توی مرحله پاس نشد بچه‌ها. دوستان عزیز این شما اینم ضعیف‌ترین عضو این گروه یعنی هاوش. خودش گفت. با 1 2 3 4 برو پایین‌تر 5 6 7 8 9 10. این بازیکن حتی فک و فامیلش هم اومد وسط که دخالت بکنه تو این بازی ولی موفق نشد. کامنتا بگین. تو کامنتا بگین شنه من بهتر بود یا شنه مرغی که آریا داشت میزد. قول شنا زاکر شناگر تو کامنتا بنویس. خب بچه‌ها میریم واسه تست دوم دراز نشست. همون شکم خودمون. میخوایم ببینیم کی میتونه بیشتر شکمو بزنه. خب بچه‌ها کی میخواد اول بیاد؟ محمد جان. بفرما محمد جان. اینقدر اعتماد نفس داره آقا محمد. سری میاد. من پاتو میگیرم. 1 2 3 برو. 1 خیلی نمیخواد بیای بالا. نه یعنی چی؟ فشار بیاد. نه داشت دراز نشسته. به شکم محمد قویه بچه‌ها میبینین؟ سیکس پک هاشون زیر 9 10 برو 11 آفرین 12 13 برو 14 آها بیا بالا 17 18 یکی دیگه برو آها بله بچه‌ها نتونست 20 تا 18 تا 2 تا آخر حساب نمیشه نفر بعدی آقا من میام. شکم آقا شکم لازم نیست که همش رو بیای بالا که. درسته فقط یک کم بیای بالا قبوله برای شکم. نه دیگه بیا بالا کامل باید بیام آره بالا. کامل بیا بالا 1 بیار بالا بزن 2 3 1 2 اوه چقدر زیاد میاری بالا آقا خیلی داری نزدیک میشی 5 دادم تاثیر من یه ذره آنکامفتبل شدم. ده ثانیه این شهر بازیه همینجوری داره 29 برو 40 تا برو که دیگه خودتو بیمه بیمه حضرت ابوالفضل 31 آقا باور کن 34 طرف. حالا اگه اشتباه باشه ادیتور الان می‌نویسه نوبت خودمه فکر کنم. بیا بشین بفرما اینجا چرا این رنگی شده؟ بفرما مهدی جان 1 2 3 داداش داره زایمان میکنه برو پایین بیا بالا میخواد جی. آها 3 4 5 کمرش میشینه 6 7 8 9 10 11 13 آفرین 14 15 برو بفرما مهدی جان شما بفرما شما امشب باید توالت بشوری پاشو برو گم شو خیلی ضعیفی 1 2 3 خیلی ملو میره این بازیکن بچه احساسی ناز بشی بخواب بچه‌ها اونجوری که محمد شمرد 55 تا آقا من آرومتر رفت چجوری؟ 55 تا صمیمی رفت صمیمی دوستانه مهدی جان من چرا پاهام گرفته؟ ما میپذیریم ما هیکل فیت تو رو قبلا دیدیم ما مرسی میپذیریم ممنون. داداش شما خیلی کارهای عجیبی می‌کنید. 1 2 3 ماشاءالله ریدی
ماشاءالله 11 چقدر ضعیفه 12 13 من بچه بودم از این بیشتر می‌زدم. کف مرتب بزنیم واسه این بازیکن. مرسی آفرین مرسی ریدی. مرسی مرسی. آفرین عمو لیپی بفرما. من نمیام نه اصلا عمو لیپی شما نه که اصلا من آخه نمیخوام ببرم تو رو خدا. داری میگیری؟ بله. فقط مراقب باش پای منو میگیری منور به سمتته یه تیر اندازی نشه ایشون یه بلای سر من آورد که من تو زندگی همچین چیزی ندیده بودم. دوست از عمو شما لیپی از تیر اندازه خوبه. تیر اندازه خوبه. من خلاصه مراقب باش درسته از اون چایا نخوردم ولی صبونه خوردم به به ایول بفرما. از بمبگذاران گروه ببینیم اگه عمو لیپی ارتش کره بیاد فقط ویدیو کادیلاکو ببینه دیگه آردی قبولش داره. من کمرم از الان درد میکنه 1 2 3 بچه ریا نشه ریا نمیشه. ثبت زندگی کامان 1 2 3 آها کامان. حالا بشین برگر بخور. هی مکدونالد بخور. هرچی باش مکدونالد نمیدی؟ آها آقا دستا رو بردار دستاشو بگیر. کامان. برو بریم آقا تو پای منو بگیر آقا جای دیگه شو نگیر پا فقط دستشو میگیره آقا دستای من بفرما. 20 من ثانیه نگرفتم 8 9 اه به چند تا رفت 11 تا بچه ها عمو لیپی کشته شد. بچه‌های عزیز این شما اینم نخودی گروه آوش آقا آوش با لباس پارش با شما هستیم و هاوش کریمی همونطور که می‌بینید در زمین چمن این بار نه به عنوان فوتبالیست بلکه به عنوان ارتشیست سربازیست یکی رید خاک بر سره بچه‌ها تست سوم مسابقه 2 بعد 3 کیلومتر بریم ولی خب اینجا چون جا نداریم بچه‌ها هم خیلی ریه‌هاشون قویه قراره تا اون ته بریم ببینیم کی اول میشه. نمیدونم چقدر ولی فکر کنم یه 700 800 متری باشه. 3 2 1 وایسا نه فقط بله محمد سوم مهدی چهارم آریا پنجم شد بین هیرسون عمو لیپیه بچه هیرسون ربات صلیبی پاره کرد. بله میبینیم که یه سرباز خوب هیچ وقت خیلی جوان مردانه این بازیکن. بچه‌ها خط مقدم مشاهده می‌کنین. آقا من وایسادم نامردی بود. خیلی بازی جوان مردانه. مرسی بچه‌ها چون عمو لیپی مسابقه خوابیدن نریم زیر سایه چون عمو لیپی جوان مردانگی کرد اولیو میدیم به آقای لیپی به کف مرتب. مرسی از اونجا که بچه‌ها همه تو مسابقه 2 شهید شدن بچه‌ها رو بگیر. من شهید نشدم. همه قیافه ها شهیده. تست برپی رو اسکیپ میکنیم با رأی بچه‌ها. به جاش میریم برای پلانک. خب دوستان عزیز اول که میخوام بگم که من توی 2 چسبیدم به هم دیگه. فکر نکنید محمد داوری برد. محمد داوری نمیتونه ببره من. خب آقا این ویدیو واسه این لحظه این ویدیو اگه 5000 تا لایک بخوره یه پیست 2 اجاره میکنم. محمد و بچه خوشیه. پارسا رو چشم بسته میزنمش شرطی. اولا اینکه این شلواری که به ما دادی من اینجوری باید بود. من خودم همونجوری من با دویدم. کت شلوار تو میام داری با میزنم شلوارک میدوی. من میگم محمد دو میدانی بعدش هم من 2 ثانیه استاپ کردم به خاطر برادر مظلومم که شهید پارسا. من زمین رو دارم سوراخ میکنم بیا بالا. بچه‌ها زمین گلف اینجا شهید پارسا بچه‌ها. بیا ایول داشت قمر کرد که بدنم درزه افتاده و پروتئین کم و به زاکر چطوری؟ خوبی؟ زاکرتم اوه محمد داوری کاره رو تختیش قشنگ جواب داد. برو
چرا؟ هیرسان با نه رو هواه به پایان کرما محمد داری برو پایین دیگه بچه محمد شکرش بالاست محمد با برو محمد با هرچی وقت دستش بیاره جلو آقا فلاکه اینگاه پول زده اینجا نگاه کن خدا این چه امتحانی کرما کیه تو بچه این تست ارتش کره جنوبی اسلامی ها اشتباه نگیری پارسا هم رفت پایین داداش پایین چیه مهدی هم باخت مهدی هم باخته آریا هم باخت رفت بالا هیرسا هم باخته در رو هوا بخوره داشت هم میگه قوس نباید بدی تو خود قوسی الان هیرسا بمیرم باخت نمیده میگه قوز دارم منم گوز دارم آجی خب فکر کنم من برنده دارم میشم آجی بیا بالا من بخوابه یکی دیگه کم بیاره من خودم انداختم تو رو خدا کم بیارم آوردم به نظرم پارسا هنوز زیاد داره من کم نبردم من وایسادم آقا در نمیاد تو زمین داشت داری اشتباه میری آریا منم آریا نگاه کن تو چشام نگاه کن چشام نگاه کن برنده این بازی محمد هر کی اولی افتاد برده بود آخر شد دو افتخار از اول از آخر اول آخر شد از آخر اول شد اگه حدس بزنم چیه تست تیرک و هر کی تست آخر خدافظی آفرین بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین امیدوارم که خوشتون اومده باشه ذاکر برنده توی کامنت ها لطفاً مرسی همه آن سابسکرایب کنید منو فالو کنید محمدم بلاک بچه‌ها تا ویدیو بعدی پیس